خب تابستونم که داره میاد و حالا سریالی که پشت سریال داره آماده پخش میشه تا یه تابستون هیجانی رو برای ما رقم بزنه. اما چند تا از این سریالا رو میشناسین؟ اصلا کدوم یکیشون ارزش دیدن داره؟ و اما قراره توی تابستون چه بازیگرایی مهمون خونه هامون بشن؟ دونستن جواب این سوالا که کاری نداره، فقط کافیه عضو کانال لنز بشی و این ویدیو رو تا آخر ببینی. شماره 1 سریال تو درم را بزن، فصل دوم. با استقبالی که از فصل اول سریال تو درم را بزن شد، بدون شک غول سریالای کمدی رمانتیک امسال تابستون بازم فصل دوم همین سریال باشه. فکر نکنم کسی باشه که ستاره‌های این سریال هاندرچل و کرم بورسین رو نشناسه. قرار از 12 خرداد از فاکس تیوی دوباره هر هفته این زوج رو با ماجراهای باحالشون ببینیم. جالبه بدونین که توی فصل دوم این سریال شاهد یه پرش 5 ساله و یه داستان پر از سورپرایزیم. به نظرتون جنجال این فصل زوج پرطرفدارمون توی شبکه‌های اجتماعی چی میتونه باشه؟ مسلماً این دفعه به جای گیر دادن به سوال با هم در ارتباطیم یا نه، باید شاهد کلید کردن خبرنگارا و هوادارا به این سوال باشین که ازدواج میکنید. شماره 2 سریال سقف‌های شیشه‌ای. این روزا طرفدارای کوبیلای آکا و بنسو سورال دارن لحظه شماری میکنن که زودتر 19 خرداد برسه تا سریال سقف‌های شیشه‌ای رو از کانال شو تیوی تماشا کنن. توی این سریال قرار شاهد رقابت، انتقام و عشق بین جن و لیلا باشیم. لیلایی که باید 7 خانه رستم و پشت سر بذاره تا به چیزایی که میخواد برسه و درست نقطه مقابل اون جن قرار داره که عین آب خوردن به هر چی که میخواد میرسه. نویسنده این سریال کسی نیست جز مریچ آجمی، همونی که سریال باحال عشق اجاره‌ای رو هم نوشته. یعنی این دفعه هم قراره یه سریال باحال از این نویسنده ببینیم. شماره 3 تعریف عشق. از 17 خرداد ماه و از کانال دی قرار کادر دولو با سریال باحال تعریف عشق مهمون خونه هامون بشه. آی شکموها، کجاییم که قراره توی این سریال یه عالم غذای خوشمزه ببینیم و در کنار اون یه داستان زیبا از یه عشق وصف نشدنی. فیراد یه آشپز ماهره که میخواد شکار کنه، اما یهو به خودش میاد و میبینه که ای دل غافل خودش شکار شده. نقش مقابل کادیر رو توی این سریال خواننده ترکسرا آری تورک بازی میکنه و این اولین تجربه بازیگری اون به حساب میاد. این سریال یه صحنه املت خوردن داره که نیومده کلی سر و صدا کرده و کادیرم نامردی نکرد و اونو منتشر کرده و نوشته جوونا یاد گرفتین چطور املت میخورن؟ شماره 4 سریال عشق تصادفی. اصلا مگه تابستون بدون سریال کمدی رمانتیک میشه؟ شبکه استار تیوی برای تابستون امسال قرار سریال عشق تصادفی رو پخش کنه که در مورد 2 تا جوونه که خیلی تصادفی سر راه هم قرار میگیرن و این تصادف یه صفحه جدید توی زندگیشون باز میکنه و البته قرار کل این ماجراها برای ما با کلی خنده و طنز همراه باشه. سوده زولالگولر و امید کانتارجیلر نقشه این 2 جوون پرماجرا رو بازی میکنن. شماره 5 سریال بازی بخت. بازم یه سریال کمدی رمانتیک دیگه، اما این دفعه از کانال دی. توی این سریال که قرار از 25 خرداد شروع بشه، آیتا شاشماز و جمره بایسل بازی میکنن. داستان این سریال در مورد زندگی یه دختر به اسم آداست که عشق اولش اونو رها کرده و حالا اون فکر میکنه دیگه هیچ وقت رنگ خوشبختی رو نمیبینه. اما خبر نداره که سرنوشت قراره پسری به اسم بورا رو سر راه اون سبز کنه که زندگی اونو عوض میکنه. شماره 6 سریال عشق، منطق، انتقام. این سریال که از روی یه سریال معروف کره‌ای به نام بانوی تنهای هیله‌گر ساخته شده قراره به زودی از شبکه فاکس تیوی پخش بشه. داستان اون در مورد دختری به اسم لیلاست که توی گذشته یه ازدواج ناموفقی با سختی زیاد داشته.
اما لیلا بعد از سالها توی شرکت شوهر سابق خودش که حالا آدم ثروتمندی شده استخدام میشه. توی این سریال بورجی اوزبرگ، ملیسا دونگل، ایلهان شن و بورا یوروک بازی میکنن. شماره 7. سریال زخم قلب. یکی دیگه از سریالایی که انتظار میره توی تابستون بترکونه همین سریال زخم قلبه که قراره به همین زودیا پخش اون از شبکه آتیوی شروع بشه. نگم براتون از بازیگراش که توی این سریال گوکان آلکان، یامور تاندریسفسین و مروه چایران بازی میکنن. داستان این فیلم درست در وسط انتقام و درگیری تمام نشدنی 2 خانواده سرشناس شکل میگیره. درگیری که عشق توی اون هیچ جایی نمیتونه داشته باشه، اما عشق که حرف حالش میشه. شماره 8. سریال داستان یک جزیره. یکی دیگه از سریالای استار تیوی که همه بی‌صبرانه منتظر 25 خردادن تا شروع بشه، سریال داستان یک جزیره با بازی آلپ نوروز و آیچا آیشین تورانه. حالا همه کنجکاون که بدونن توی این سریال قراره شاهد چه ماجراهایی باشیم. اصلا میدونستین باریش آردوش و حتی کیوانش تاتریتو هم برای تابستون امسال سریال آماده پخش دارن؟ میخواین با سریالشون آشنا بشین؟ پس جایی نرید و عضو کانال لنز بشید که هنوز یه عالمه سریال باحال برای معرفی مونده. شماره 9. سریال دردسر. این سریال کمدی پلیسی با بازی ایرم حلواجی اولو و سشکین اوزدمیر قراره به زودی از شبکه آتیوی پخش بشه. توی این سریال قراره شاهد ماجراهای کاراگاهی و داستانهای سرگرم کننده 2 شخصیت کاملا متضاد باشیم که دیدن اون خالی از لطف نیست. شماره 10. سریال کلوب. داستان این سریال در یک کلوب شبانه در سال 1995 اتفاق میفته. ماتیلدا با بازی کوکچه بهادر یه زندانیه که بعد از آزاد شدنش توی این کلوب مشغول به کار میشه و باریش آردوش هم توی این سریال نقش یه راننده تاکسی رو بازی میکنه. اگرچه این کلوب مکانی بسیار سرگرم کننده برای مشتریاش به نظر میرسه، اما برای کارمنداش قضیه کاملا برعکسه. این سریال برای پخش توی نتفلیکس ساخته شده و زمان پخش اون هنوز قطعی اعلام نشده، اما طرفدارای باریش منتظر باشن تا اونو توی این نقش متفاوت و باحال ببینن. شماره 11. سریال بابای قهرمانم. باید بگم که این سریال همون سریال کامیون قرمزه که اسم اون تغییر کرده. جالبه که چند وقت پیش یه قسمت از اون پخش شد و چون امتیاز خوبی به دست نیاورد پخش اون متوقف و به تابستون موکول شد. حالا باید دید این سریال توی تابستون به نتیجه میرسه یا نه. این سریال اکشن که قراره از شبکه شو تیوی پخش بشه داستان سخت‌کوشی، عشق و غم آتش نشاناست که فداکارانه جونشون رو برای نجات انسان‌ها به خطر میندازن. شماره 12. سریال زمان مرگ. نوبتی هم که باشه نوبت یه سریال هیجان انگیزه که قراره به زودی از پلتفرم اکسن شاهد اون باشیم. توی یه سریال زمان مرگ میبینیم که 4 دوست با هم عازم یه اردو میشن. اما داستان تازه از اونجایی شروع میشه که توی این کمپ یه جنایت رخ میده و پشت بند این جنایت ما قراره شاید یه سری اتفاقات غیر عادی باشیم. توی این سریال هیجانی ایجه یاشار، مرتیازیچی اولو و احمد ممتاز تایلان بازی میکنن. شماره 13. سریال داستان یک زیردریایی. برای طرفدارای کیوانش تاتلیتو و اوزیوس پرینچین یه خبر خوب دارم، چون قراره سریال اکشن داستان یک زیردریایی با بازی این 2 بازیگر پرطرفدار به زودی از نتفلیکس پخش بشه. کارگردانی این سریال رو تولگا کاراچلیک به عهده گرفته و داستان اون در مورد وقایع خارق‌العاده‌ایه که یه تیم علمی و تحقیقاتی تجربه میکنن. اونا مجبور میشن در اثر یه فاجعه طبیعی به یه زیردریایی پناه ببرن.
شماره 14 سریال بارباروس ها. اما شبکه TRT1 یه سریال تاریخی رو برای پخش در نظر گرفته. این سریال که بارباروس ها نام داره روایتگر داستان زندگی دریانورد و کاپیتان عثمانی بارباروس خیرالدین پاشاست. نقشه اصلی این سریالو که گفته میشه شهریور امسال آماده پخش میشه، انگیل آلتان دوزیاتان و اولاشتون آستپه ایفا میکنن. شماره 15 سریال سرزمین‌های بیقانون. سریال سرزمین‌های بیقانون که قراره به زودی از شبکه فاکس تیوی پخش بشه هنوز نیومده کلی طرفدار پیدا کرده. خب معلومه چون توی این سریال زیبا بازیگری مثل اورگونش و اسرا بیلگیچ بازی میکنن. داستان این سریال که در سال 1940 اتفاق میفته در مورد درگیری‌های کارگرای یه معدن با رئیس خودشونه که با داستان عشق غیر ممکن دختر رئیس یعنی گلفم و یکی از کارگرای معدن به اسم داوود بدجوری گره میخوره. شماره 16 سریال مظنونان معمولی. این سریال داستان زندگی 3 زن به اسم فیضا، زحل و نهیره که تصمیم میگیرن شوهراشون رو به مناسبت سالگرد تأسیس هتلشون غافلگیر کنن. اما چه غافلگیر کردنی، پر از عواقب غیر منتظره. بنو یلدیریملار، یاسمین آلن و جرن مورای نقش این 3 زن رو ایفا میکنن. باید منتظر بود و دید که چه ماجراهایی توی این سریال در انتظار این 3 زنه. این سریال دیدنی قراره به زودی از پلتفرم اکس پخش بشه. خب ببینم نظرتون راجع به این سریالا چیه؟ شما کدومو برای دیدن انتخاب میکنید؟ و در آخر فراموش نکنید که نظراتتون رو برای ما بنویسید و با لایک و عضویت توی کانال لنز ما رو به ساخت ویدیوهای باحال‌تر تشویق کنید.